پیشگویی فردوسی درباره جنگ پیشرو، نبرد ایران و انیران. یکی دانشی مرد بازیب و فر، نشسته شب دیر یازم به بر. ستاره شمر مرد دانش پژوه، سر انجمن برترین گروه. گزیده سخنها همه باز گفت، نه بر آشکارا که بر راز گفت. جواهیدم این سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. بیاید یکی مرد با دستگاه، بسی مرد رزمی به گردش سپاه. ز هر سو فراوان ز هر کشوری، بر او شود انجمن لشکری. از این سو به ایران بود شهریار، یکی مرد تازی گه کارزار. بگوید که من پور پیغمبرم، گذشته بسی سالها از برم. چو کار بزرگی بیامد میان، بخواهم سگالش ز ایرانیان. خروشی برآید که فرمان تو راست، به فرمان ایزد نه چون و چراست. چو فرمان تازی نیوشد دو گوش، از آن پس برآید ز ایران خروش. اندر تاختن انیرانیان. یکی لشکری پر ساز و برگ، بتازد به ایران برسان مرگ. به پیش اندر آید به نیرو فزون، شود مرد تازی ز کشور برون. بیایند تازان به خون ریختن، نبینی به جز کشتن و سوختن. ز بس کشته گردد ز ایران سپاه، سر بی تن و تن فکنده به راه. چه بسیار بیند از ایشان گزند، بمیرد بسی مردم مستمند. هر آن کو که از مهلک جان برد، همی از نژندی فرو پژمرد. به ایران نماند دگر تختگاه، ز بس بیوزن کودک بی پناه. جوانان ایران همه راه جوی، به مرز و گذرگه همی پوی پوی. کجا آن سر و یال گردن کشان، که کوته کند دست مردم کشان. کجا آن نیاگان پیروز بخت، کجا آن بزرگان با تاج و تخت. از ایشان جهان یکسر آباد بود، به ایران همه خرمی داد بود. چپ و راست ترسو بپویم همی، سر از کار گیتی نیابم همی. ایا ای جهان داور کردگار، بگردان تو از ما بد روزگار. ز هندوستان پس از چند گاه، بیاید یکی نامش ایزد پناه. پدر بر پدر آریایی نژاد، ز تخم کیان از تبار قباد. نهانی شود سوی آتشکده، که ویرانه گشته به